آقای دکتر مخبر، سپاسگزارم از تماسی که گرفتید در شرایط حادثه. برای ما شما تماس گرفتید، تعهد کردید، قول دادید که ما با این 700 نفر پرسنل چه بکنیم، با 200 نفر پزشکی که در این شب عید، در این مشکلات معیشتیشون شما باید به ما کمک کنید. یک جلسه‌ای برای ما تشکیل بدید، یک جلسه بحرانی. آقای دکتر، ما نمیتونیم این شرایط رو از پسش بر بیایم. خواهش من اینه که یک جلسه تشکیل بشه، مسئولینی که در این رابطه هستن، بیمه ایران، شهرداری، اداره دارایی، اداره تامین اجتماعی، سازمان هایی که در این رابطه هستن. من الان نمیدونم دقیقاً همه اینها کی هستن، ولی خواهش میکنم به واسطه شرایطی که برای پرسنل این 700 نفری که در این ایام بیکار هستن ما رو دریابید. شما ساختمان پلاسکو رو کمک کردید، اونجا به یک مرکز خصوصی بود، براش تمام اقدامات اتفاق افتاد. من ازتون خواهش میکنم